اول علامت عاق شدن ابکاء الوالدین است. کسی مادر و پدر خود خفه بسازه و یا مادر و پدر خود بگریانه، در صورت که مادر و پدرت گریه کرد به خاطر تو که تو در مقابلش بیادبی کردی، عاق شدی. بالقول او الفعل، چی به سخن باشه چی عملا کدام کار کرده باشه. و یا ای که تو سبب ازی شدی که مادر و پدرت گریاندی، کاری کردی که سبب جگرخونی از اون شد. دوم نهرهما و زجرهما، ای که والدین برانی از پیش خود و بر از اونا زجر بیتی، یا با بلند کردن صدا یا با تندی کردن در مقابلشان، چون الله گفته که ولا تنهرهما. سوم نافرمانیشان کردن، نافرمانی مادر و پدر کردن و یا اف گفتن بر مادر و پدر و یا این کلمه که در اونجا بر از اونا این کلمه یا این جمله زشت معلوم میشه. برو وقت ندارم، بیکار ماندی، چقدر عمل میکنی، تمام روز تو مریض هستی، تمام روز دوام طلبی، الا برو کار بکن، الا بیا ایره بکن. این کلماتی است که بسیاری کسا میگن، با اینمی کلمات خود اینا عاق میشن. چرا الله گفته فلا تقل لهما اف، و یکی جملات را استعمال میکنه یا از اف کده کلانتر است. وقتی که انسان با اف عاق شوه با این کلمات خوبتر عاق میشه. چهارمیش چی هسته؟ پیشانی ترشی هست در مقابل والدین. کسی دیگه که گپ میزنه السلام علیکم، برای دیگه که میگه بغل خود آواز میکنه، برای چی میکنه؟ پیش مادر و پدر که رسید باز پیشانیش تار شما تو شیشه دیگه فقط بگی سرش غضب خدا نازل است. این حال اینمی که هست پیشانی ترشی در مقابل والدین چی است؟ در جمله عاق حساب میشه. دیگه علامت حقوق چی است؟ دیدن به طرف والدین با نظر پستی، که من خواهی نظر تحصیل کرده هستم و تو بی سواد هستی و من مچم مالدار هستم و تو بی مال هستی و من مچم فلان هستم. هر چیز است اونمون مادر و پدر است که تو باید در مقابل از او اگر اینمی کارم میکنه که این هم از علامات عاق است. ششمی علامت عاق چی است؟ امر کردن به والدین مثل که یک نفر به خدمتگار خود امر میکنه. پدر بچه این باز یک سری کچالو کتت بیاری، مثل یکان بچه های عصری فیسبوکی، فهمیدین؟ بعضی کساس برای پدر خود امر میکنه پدرمو بالش تا خی طرف پرتو، مادرم بستره رو خوب جور کن. تو اگه دیندار هستی خودت بستری جور بکن. تو اگه سنت رسول الله صلی الله علیه و تطبیق میکنی، نمیدی که رسول الله صلی الله علیه و بستری خودش بر خدا وار میکرد. پس امر کردن با بالای مادر و پدر یا امر کردن که علابه تسیس باشوی، تسیس تو کو، چرا او تو نکردی، چرا این کارا نکردی، این هم در عاق حساب میشه. هفتمیش انتقاد کردن بالای طعام، این چی پخته کرده اینا، هر شب که بیا اینجا لوبیا است و هر شب که بیا اینجا فاصولی است. یگان یکی است دار پر کماییگر نیست، در کونه فروشی بریش که 3 قران نمیخریش. باز وقتی که در بین خانه آمد با سر غذاها، اول رسول الله صلی الله علیه و سر غذا انتقاد نمیکرد، دوم تو ارزش بامیه و فاصلیه و کچالو و شلغم داری. این هم رنجاندن مادر پدر است. هشتمیش ترک مساعدتشان، کسی که همراه مادر و پدر در خانه کمک نمیکنه در عاق داخل میشه. باید در امور خانه بخی جارو بکن، مسلمان هستی، تو پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی. برو از ام المؤمنین عایشه صدیقه پرسان کن، بگو رسول الله صلی الله خانه خود چه قسم بود؟ او کت خانم خود، کت دختر خود کار میکرد، تکمه خودش میدوخت، لباس خودش میدوخت، بوتای خودش صفا میکرد، جای بستر خودش ترمیم میکرد. تو در مقابل مادر پدر که الله برات حکم میکنه که احسان بکن، خود نمی احسان است، علامات احسان نمی است. نومین علامت از علامات عاقی است که وقتی مادر و پدر گپ میزنه، بازی بچه یک قسم نمی چهرش که سعی کنی دیگه که حالا کاش که گپ نزنم، من سر گپ زدن مادر و پدر میشرمم.
الله برات گفته احسان بکن. اگر خوب گپ میزنه یا خراب گپ میزنه یا قسم میکنه تو برش احترام بکن. دهمی علامتش بی‌توجهی به نظر مادر پدر است. وقتی مادر پدر یک نظر میته بی تفاوت است که چی گفت چی نگفت، پس این هم در عقد داخل میشه. 11میش است ترک استئذان است. در خانه وقتی که داخل میشین از مادر پدرتان در اتاقش تق تق بکو باز داخل بشو. به خاطر چی؟ به خاطر از بسیاری وقتا مادر پدر نمیخواد که مثلا در اون حالتی که خواب است یا شیشه است اولادش رو ببینه. بعضی فرزندا را سیل کنی در نماز خواندنش که صاحب سعی کنی 6 قات خودم میکنه، کسی سیل کنی میگه این صاحبی فاتح این قسطنطنیه را فتح کرده، اخلاقش سعی کنی صفر. دروازه را تق تق کو. پدر جان اجازه است، مادر جان اجازه است، چی از دستت میره؟ یا 12می علامتش امی که تمام مشکلات پیشروی از گفته میره و جگر خون میشن. کل جگر خونی تو برو پیش مادر اولادایت قصه کن، برو پیش رفیق اندیوالت قصه کن. کل غم و درد بورچی کده میری پیشروی مادر و پدر مندازه. 13مین علامتش ذم الوالدین عند الناس، پیشروی مردم مادر و پدر بد گفتن، ملامت کردن، انتقاد کردن. این هم در عقد داخل میشه. الله عفو کنه. 14مش شتمهما و لعنهما، دشنام دادن مادر و پدر یا لعنت کردن مادر و پدر، که لعنت دو قسم صورت میگیره. یک لعنت مادر و پدر از طریق از این صورت میگه که مستقیما برش لعنت بکنه. دوم این هم داخل میشه که مادر و پدر دیگر لعنت میکنه، بازو میایم پدر و مادر خود از این دشنام میده. این هم شامل میشه. در حدیث شریف است عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من الكبائر شتم الرجل والديه، گفت از جمله گناههای کبیره هست کس که مادر و پدر خود دشنام میته. قیل، یک صحابی گفت و هل یشتم الرجل والديه، رسول الله آیا کس مادر و پدر خودم دشنام میته؟ این قسم انسان بد اخلاق بی تربیه یافت میشه که مادر و پدر خود دشنام میته. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که قال نعم یسب ابا الرجل فیسب اباه، پدر از او دشنام میته و هم پدرش دشنام میته. و یسب امه فیسب امه، مادرش دشنام میته و هم مادر خودش دشنام میته. پس این در حقیقت سبب شد که مادرش دشنام بخوره. رواه البخاری و مسلم. 15ام چیزی که انسان در عقد داخل میکنه چیزهای منکراتی که مادر و پدر بدشان میه. بسیاری چیزاست مادر و پدر بدشان میه، لکن یه اولاد امور دموجه داخل کرده میره. حالات لهو و فساد و گپا که ببینی پدرش بهش میگه بچه موسیقی فیلم آره، بچه موسیقی خواندن آره، بچه موسیقی نامای چی رو براتون بگیرم بوسو کن خدا بترس. این صاحب سعی کنی قرار تمام روز خوب دیندار است، با اونجا که 6 فیلمای رو میاره صاحب سعی کرده میره که از یهود هم کده بدتر. 16ام انجام دادن منکرات در مقابل مادر و پدر. این هم در عقد داخل میشه. بچه که در مقابل مادر و پدر خود سیگرت میکشه، خب پدر و مادر خود راضی نیست از سیگرت کشیدن اولادش. نسوار دادن خود پیش روی مادر و پدر میپرته، موسیقی پیش روی مادر و پدر میشنوه، خو کردن از نماز، وقت نماز است میگه بخیر بچه نماز بخونی، قرار لنگای خدا بالا گرفته قرار خو است. این هم داخل میشه. 17مین علامت حقوق والدین چی است؟ تشویه سمعت الوالدین، ای که مثلا امو شخصیت مادر و پدر در مقابل دیگرها خراب بسازیم. مثل که یک انسان یک جرمی را بکنه، به خاطر از این جرمش کلگی پدر از این بد میگه، مادر از این بد میگه. اگر مادر و پدر از این خوب مردم میبودی قسم میبودن، پس در حقیقت در حق مادر و پدر خود شخصیت از اونا بسیار زشت چیز کردن. 18ام علامتش واقع کردن مادر و پدر در سختی هست. پدر بیچاره پیسه نداره، بعضی اوقات است ماشش خلاص شده و بچه دیگه آمده پال بالا سرش استاد است که آجل پیسه میتی، 500 روپیه برای فلانی میتی، 700 روپیه برای فلانی میتی، ماشم 600 روپیه برای فلانی میتی، 200 برای فلانی میتی. آخو باش میگه کو بشیم تنها در خانه تو نیستی، خب مادرت است، خواهرایت است، برادرایت است، دیگه مصارف است. البته خود تو نیستی که تمام روز برود چربک برات پیسه گرفته میری، خود تو هم یک کمک زحمت بکش. اینا در حرج قرار دادن از او که او بالاخره مجبور میشه این جیب خودم میپاله، این جیب میپاله، یگان گور کردگی پیسه یگان دو مواد را دارن، امیر از پیشش میگیره و بازو میره که 4 تا لندقه دیگه باز از پیسه از او مصرف کرده میره. این هم در جمله حقوق داخل والدین. ما اینمی خطبه را که امروز گرفتیم یک کتاب خلاصه ش براتون کردیم، امیر براتون 1 و 2 و 3 و 4 براتون گفته میرم.
المقصود طویل خارج المنزل. بسیاری وقتا بعضی جوانا از بعد از شام بیرون در کوچه اترا میگه مادر پدرش دلش در آتش است. اینمی هم مادر پدرت ضرر میرسونه، امی هم اذیت کردن است. او میگه چه شد؟ الا برو بگرد، تا میدوی بالا میدوی، الا چارایی برو، الا فلانی برو، باز که میگه لندر خار قرار اونجا در پشت درخت استاد است. چرا؟ چی گپ سرت؟ تلفن تو هم گل کردی. خب مادر پدر است، دلش میجره. اینمی هم در جمله علامات حقوق گرفته ای عالم. 20 الاسقال علیهما بکثرت طلبات، میگه زیاد سر از اینا فشار آوردن به خاطر خواسته های زیاد، که الا برام موتورسیکل بخر، که الا بایسیکل بخر، که الا برام موتور بخر، که الا برام فلانی چیز بخر. و او زورش نمیرسه. البته هر قدر عذر میکنه که بچیم ندارم، بیابم نکو، رسوایم نکو، شرمنده‌ام نکو. اما بالا ازی اینمی هم قلب از اونا را، یعنی قلب خود تنها به زبان نمیشه، با اینمی اعمال انسان است که قلب یک نفر رنجور میشه از مادر و پدر. ایثار الزوجة علی الوالدین، بعضی کسا هستن که اینا باز وقتی که عروسی کردن، یکی از خودگاه ما بود بازو میگفت که چه ورقه گلاب گل ده بویوه، خورترک بود میگه اولاد مثل گلاب گل از بویوه، چه غټکای سو خرکای ده باروه، او چه زلمکای سو وادگای ده ورته وکه کافرگای ده بیلوه. مجرد که برش ازدواج کردی بازی دیگه میگه کافر میشه، کافرگای است، باز مادر پدر ارزش نمیده، باز مجبور است جدایش کنی. اینا مادر پدر خود در وقتی چی است درست است. بعضی کسا افراط میکنن، بعضی کسا تفریط میکنن، بعضی کسا مادر و پدر خود بی ارزش قرار میدن در مقابل خانم، و بعضی کسای دیگه برعکس از او هستن، سر خانم خود ظلم میکنن به خاطر مادر و پدر خود. اینا باید انسان توازن ایجاد بکنه که نه مادر و پدر اذیت کنی و نه هم خانمته، و یکی رو بر دیگرها برتریت نده. 22 علامت چی هست؟ که در وقت ضرورت از اونا دور بگیره. وقتی که مریض شد دوا کار داره خدا بکن، ولی چطور است؟ بانک بیادر کلانم بره، بانک بیادر دیگه من از دوا خریدنش، از عملیات شدنش، از فلانی اوترا پای تکش کو. دوادی میراث که شد باز بزرگتای خدا کش میکنه که ما هم میراث خوراستم، ما هم باز برام میراث میرسه، ما هم برش بده. باز وقتی که مریض شد، شفاخانه کار داره، دوا کار داره، باز اینجا پای خدا لش میکشه. الله اونمو میراث برای آتش بگردانه که دوادی میراث گرفتن بسیار خوش هستی، در وادی زمینش که عیش میکنی خوش هستی. باز وقتی که مریض شد از شفاخانه بردن و پیش دکتر بردنش، باز اینجا کمرت مشکنه، ای هم عاق میشی. حقوق والدین داخل است. بسیاری کسایی رو نمیفهمن یا میفهمن تیر خدا میرن. اینمی حقوق والدین به شکل عملی هست که در وقت حاجت و ضرورت و مریضی و گپا به تفاوت باشه و تیر خدا بیاره. باور که یک جای ما رفتیم، یک کسی گفت که او فلانی جان آمد مرا گفت او فلانی جان مادرم نمرد، مادرم زنده شد. من گفتم چه قسم مادر زنده شد؟ گفت خلطای سیب میدید که در منزل بالا میره نمیچشید، مادرش در منزل پایین خو است، مریض است، افتاده، خلطای سیب و میبره بالا به مادر اولادا میبره، یک دانه به مادر خود نمیده. یه اولاد مسلمان است، این در روز قیامت بشه الله چندین امر الله را شکستانده. باور کن محمد من گفت که ظاهر جان مادرم نمرد زنده شد، خلطای میوه را گفت به چشمک خود میدید بدان نمیچشید. سبحان الله. بازی اولاد که از باز دیگر روز باز سکو بیدینی و گمراهی اینه است که در زندگی برش یک تا سیب نمیبرن، باز که مرد باز کل لگیرسه. حالا ختمش روز 2 است، روز 3 است. اگر تو مسلمان هستین، خب اگر جوان مسلمان هستی، پیسه روز ختمشام، پیسه اسقاطشام، فهمیدی یعنی این قاعده را بگی. مسلمان کسی پیسه که پدر مادرت ختم میکنی، خیرات میکنی، روز 2 میکنی، روز 3 میکنی، شب جمعه میکنی، 40 میکنی، اسقاط میکنی، این پیسه را کلش در حرام نپرتو. امیر کلش حساب کو در زندگی بر مادر و پدرت تسلیم. داودی مریضی برش بگو مادر جان اینه میره، من بعد از تو یک 40,000 اسقاط میکنم. اسقاط هم کی میگیره؟ اون یک آدم که شکمش این پوندیده، پیسه روس و امریکا و فرعون و شداد گرفته، بسدی تو هم است. همین اسقاطه که از خودت فکر کو دوره است، اما دوره رو بر مادر پدر پیسه را بده. احسان به مادر پدری قسم میشه. به ختم تو و شب جمعگی و 40 تو ضرورت نیست که تو بر پیسه دارا ختم میکنی. و کسی که به ختم میخوای و یک سفر میخوره و 16 سفر تیر میکنه. این اول ما خودمون یک وقتی که میرفتیم در ختم یک سفر میخوانیم 6 سفر تیر میکردیم. اصطلاحش هم دندی بود، میگفت دندی بزن. چی معنی دندی بزن؟ یک سفر بخوان 6 سفر تیر کو. کلش به خاطر پیسه.
باور بکن که میفهمی که این نفر ختم داره 50 متر کس برش میرفت لغتک میزد که خیر از برنید برگم چطور که توی میره اون ختم دیگه از وزیر اکبر خان از 500 متر باز کلگی ده پشت از اون میدویدید کلگی خوشحال بود. او که به خود خواندن نمیتونه او برای تو چی فایده میکنه؟ این ختمه هیچ برای فایده نیست. چرا؟ او کسی که میخونه به نیت پیسه میته و عبادت وقت قبول میشه که دو چی باشه؟ رضایت الله باشه. و این کسی که ختمه میکنه به خاطر الله نمیکنه، به خاطر هم چشمی با مردم میکنه. همین پیسه کار در زندگی به مادر پدرت بده بگو این پدر جان این 1 لک روپیه در جیبت باشه، اگر مریض بودی هیچ سر من رای نزن، از جیبک خودت بگی دوا برات بده بابا که شفاخانه را پیسه بده 500 بده بود 100 روپیه 60 400 بعد دوا میره. هیچ جگر خویی نکن. اینی هست علامات جوان مسلمان و دیندار. دیگه چی هست؟ 23 علامتش چی هست؟ که بسیاری کساس از مادر پدر خود میشرمه. حال دیگه کمک عصری شده، حال از نام پدر و مادر که بگی تو بچه فلانی هستی ولی پدر ما فلانی است فلانی هست. الله براش چیز کرده. اگر پدرت خوب است الله تو را امتحان کرده، در تقدیرت اختیار پدر خود به دست خود انسان نیست. الله در خانه هر کس که پیدا کرد پیش روی کلگی بگه این همی فلانی خان پدر ما هست. اگر بی سواد است، اگر ضعیف است، اگر قوارش کپ کپ است، اونمو پدر کپ کپ. الله برات میگه که اینمی لیش سفیده که بر نظرتون معلوم نمیشه پیش الله ارزش زیاد داره. برات میگه که برش اف نگو، برش بیادبی نکن، مرتکب گناه کبیره میشه. دیگه 24 علامت از علامات چی هست؟ التعادی علیهما بالضرب، کسی که پدر و مادر خود بزنه لعنت الله سر تو اولادش. الله تو اولاد نبخشه، الله تو اولاد در تاترین جای دوزخ ببره که دست خود سر مادر و پدر خود بالا. در اون لحظه تا یاد بیار که در بین غنداق بودی و مرداری تو را مادر و پدرت پاک میکن. در اون لحظه که به آب و نان احتیاج بودی همین پدر میره و بسیار سختی بر تو یک لقمه نان آماده میکرد و میامد در دانتو میماره. ولی تو امروز به عوض از او چی میکنی؟ به عوض از او که تو بر از او احترام بکنی و الله میگه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، تو در مقابل از او دست بالا میکنی. والله الله این قسم انسان در روز قیامت اون جزا برش بده، اون قدر ذلیل بسازش، اون قدر که فرعون و هامان و شداد و نمرود حشرش کنه که بفهمه که شکست امر الله و بیادبی در مقابل والدین چقدر است. 27مش چی هست؟ بخیلی و دست گرفتن در مقابل مادر و پدر. برادر پرسانش کنی که بر خانمت چند پیران خریدی؟ بر اولادت چند خریدی؟ بر از او 20,000 مصرف کنی، 1-2 هزار بر مادر و پدرت مصرف کن. مادر و پدر بیچاره مادر خو برش متر 50 روپام که تکه بخری بسیاری مادرها بسیار خوشحال میشه. پدراست که برش مثلا 500 روپیه لباس بگیری، مادر اولادات تا که 4000 برش پیران نگیری. قناعت هم نمیگه 4000 هم که بیاری باز پر سال میکنه میگه این چیز این تیکه بدل سعی کن بازی دادید دلت سیاه میکنه. اما او رو به خاطر شهوت و شهوت پرستی خوب خوشحال میسازه. اما مادر بیچاره‌ت که در متر 100 روپیه خوشحال است در اونجا بازی است. این هم از جمله حقوق است که انسان خود بخیلی بکنه در مقابل مادر و پدر. 28م علامه عاق شدن پدر و مادر چی است؟ منت گذاری بالای مادر و پدر است. اینه براتون چای آوردم، اینه برات نان آوردم، دوا گرفتم، در عملیات دقیق مصرف کردم، در فلانیت است. قلبش آزرده میسازی. 29م علامتی است که دوزی کردن از مادر و پدر است. بعضی جوانا که هست نه فیسبوکش که خلاص شد، اینترنتش خلاص شد، بعد از جیب پدر میزنه. او پدر بیچاره که دست سلم چه شد پیسه وقت زدن کجاست جان به پیسه اینترنت گرفت. این هم در حقوق مادر و پدر است. او خود میفهمه چیز نمیگیتم ولو که چیز نگویتم جگر خون خود ساختی شد. 30م علامتش چی است؟ اظهار درد و سختی ها که او چی حال است که زندگیم تباه است که فلانی است و فلانی است، قلب از او را به درد میاری. 31م این است که از پیش مادر و پدر به خاطر خواسته های شخصی که مخالف شریعت است و چی است از پیش از اونا دور رفتن. 32 علامت عاق چی هست؟ تمنای زوالشان که کاش که بمرن، ایش نمیمرن. شنیدیم بار که بعضی بیدینا انسان ها هست پدر بیچارهش اونجا هست. اون وقتایی که تو طفل بودی فرق بین مادر و پدر اولاد چی هست؟ دوادی که اولاد مادر و پدر اولاد طفلش ضعیف نباشه، مادر و پدر میگه خیر از درد سر من شوه، من بمرم، من مریض شوم،
طفلکم زنده باشه. این چی میکنه؟ بعضی کسا خدمت هم میکنه، خود در دلش هست کاش که بمره، کاش که زود خلاص شویم، کاش که چطور شویم. داخل کردی خدا در حقوق. و 33 علامتش چی است؟ قتلشان است و تخلص و خود خلاص کردن از اینا هست. الله متعال بر ما و شما توفیق بده، بر جوانای دیندار و متدین که خدا در این 32 علامت عاق شدن داخل نکنه و الله بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که همین قسم که اطاعت الله را در نماز و در روزه و در دیگه عبادت میکنیم با والدین خود هم محسن باشیم.